سلام عزیزای دلم، حالتون چطور؟ امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. دوست عزیزم، امشب اومدم یه چیزی براتون مطرح کنم. این که یه چند سالی هست کسانی که دور و بر من هستن نمیدونم به چه دلیلی زندگی من اینقدر براشون جالب بوده، به خصوص گذشته من، که از من خواستن که اینو یا کتابش کنم یا اینکه به تصویر بکشمش. و من تصمیم گرفتم بالاخره بیامو در صفحات مجازی مثل یوتیوب و تیک تاک شیرش کنم. و از شما هم میخوام که از من حمایت کنید. لینک یوتیوبم رو توی تیک تاک گذاشتم، میتونید از طریق اون لینک وارد یوتیوب شید، سابسکرایب کنید و هر سه‌شنبه منتظر حضور گرم همتون هستم. امیدوارم به دلتون بشینه و لذت بخش باشه، هرچند که تداعیش برای من خیلی سخته، ولی خود واقعی هستم. چیزهایی که به زبانم میاد همش واقعیه و همه چیز برای من اتفاق افتاده بدون کم و کاستی. امیدوارم که ناراحتتون نکنه و یه جاهایی هم بالاخره خوبی داشتم، شادی داشتم که اونم باز با شما شیر میکنم. اگر خدا بخواد ادامه میدم که از ثانیه ثانیه زندگی من شما در جریانش باشید و به دلتونم بشین. از این مسئله که بگذریم، من برای این موضوع هیچ اسمی انتخاب نکردم و تصمیم گرفتم از شما عزیزانی که اینجا هستین و حضور گرمتون رو همیشه حس میکنم، یه اسم قشنگی برای این انتخاب کنید. ببینم چه اسمی برای این شبکه، البته برای من نه شبکه، شما انتخاب میکنید. پس حمایت هم کنید. منتظر نظرات خوشگل و گرم شما عزیزانم هستم. خیلی دوستتون دارم. شبتون خوش.